الو. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. پاشو تنبل. تنبل. خوبی؟ بله، مگه جلسه مهم نداری امروز؟ پاشو دیگه عزیزم، پاشو. اونجا ساعت چنده؟ 4:30. پس چرا تو بیداری؟ دارم درس میخونم. پاشو عزیزم، پاشو، دیر میشه. تنبل. بیدارم زنگ میزنم به. اوکی، زنگ بزن. بیدارم ها. زنگ بزنی ها. خداحافظ. بای بای. ارائه شده توسط همتا مووی. آقای فرهام سلام، من از بانک زنگ میزنم خدمتتون. خواستم یادآوری کنم که امروز 1 آذر ماه ها آخرین نوبت مهلت پرداخت قسط بانک شماست. اگر به هر دلیلی تشریف نیارید پروندهتون ارجاع میشه به اداره مرکزی. ممکنه که خیلی سلام عرض شد، پرهام هستم، در خدمتتونم. آقای فرهام سلام، از بانک زنگ میزنم. امروز آخرین مهلت پرداخت آخرین قسط شماست. تشریف میارین که؟ مثل اینکه یه اشتباهی شده. من آخرین مهلتم 1/10، امروز 1/9. نه آخرین پرداخت همین 1/9 امروز. یعنی چیزی که اونجا نوشته شده 1/9؟ پروندهتون جلو منه آقای پرهام، 1/9/92 آخرین روز پرداخت. پس حتما من اشتباه کردم، ببخشید. من فکر میکردم 1/10. بسیار خب، فقط اگر که امکان داره من امروز یک جلسه‌ای دارم فردا خدمتتون برسم. اصلا امکان نداره، امروز بازرس میاد، اگه پرداخت نکنی میره حقوقی. ممکنه که خدای نکرده خونتون از دست بدین ها. بسیار خب، خدمتتون میرسم. تا چه ساعتی تشریف دارین؟ امروز تا ساعت 5 عصر هستیم. آقای رسولی هم تشریف دارن؟ بله ایشون هم هستن. بسیار خب، من خدمتتون میرسم حتما. در خدمتیم، فقط هر چه زودتر تشریف بیارید ممنون میشم. فقط یک مسئله، امروز یه ذره برف میاد. من فکر میکنم ترافیک اگه فردا بشه بهتره ها. من چک کردم تا نیم ساعت دیگه هوا کاملا آفتابیه. حتما تشریف بیارین. بسیار خوب، خدمتتون میرسم. خدا نگهدار. خداحافظ شما. جانم منو جان. مهرداد، پاشدی؟ آره عزیزم، بهت زنگ میزنم. بیرون یه ذره سر و صدا داره میاد، برم ببینم چه خبره. چه سر و صدایی؟ خب نمیدونم، من که بیرون نبودم که. بذار برم ببینم چه خبره، میام بهت زنگ میزنم. باشه، پس منتظرم و زنگ بزن. حتما. خداحافظ.
چی شد؟ آب چرا قطع شد؟ الو مهناز، عشقم چطوری؟ اتفاقا می‌خواستم بهت زنگ بزنم. چرا جواب نمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ رفتم حمام، آب قطع شد، اومدم آب معدنی بر. جواب منو بده، میگم چرا جواب منو نمیدی؟ کی اونجا؟ کی اونجا؟ چی داری میگی کی اونجا؟ چی اینجا کسی نیست. میگم رفتم حمام، آب قطع شد، الان دارم میرم بانک. بانک برای چی؟ از بانک زنگ زدن، این تاریخ پرداخت قسط خونه اشتباه شده بود، امروز آخرین مهلتشه. چرا اینجوری میکنی؟ خب برای چی جواب نمیدی؟ خب گفتم که رفتم حمام، آب قطع شد، اومدم آب معدنی. مهناز جان عشقم، زنگ خونه رو میزنم، من به شما زنگ میزنم. قطع نکن. کیه زنگ میزنه؟ خب من که هنوز نرفتم ببینم، باید برم در رو باز کنم بفهمم کیه. خب برو باز کن. قطع نکن. برو باز کن. گوشی. سلام علیکم آقای زیایی، حال شما چطوره؟ تمام همسایه ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. خواستم شما تشریف بیارین. مهناز جان، جناب زیایی هستن، مدیر ساختمان. گوشی بده. جان؟ میگم گوشی بده آقای زیایی. مهناز زشته. میگم گوشی بده. برای من زشته. گوشی بده آقای زیایی عزیزم. با شما کار دارن. مهناز دلش تنگ شده میخواد صحبت کنه. سلام مهناز خانم، حالتون چطوره؟ سلام، خوبی شما؟ خانم خوبم؟ متشکرم به لطف شما، ما هم دلمون برای شما تنگ شده. قربونتون برم. آقای زیایی یه زحمت داشتم. جانم. میشه لطفا برین داخل خونه رو ببینین؟ برم داخل خونه رو ببینم؟ بله تشریف ببرین داخل خونه رو ببینین. چشم. بفرمایید. من الان داخلم جانم. کسی هست؟ کسی نیست. خیلی ممنونم. من داخل حمام رو ندیدم ها. ببخشید عذر میخوام ازتون، یه لحظه. مهناز جانم عشقم، من صحبت میکنم با شما. خودم زنگ میزنم. آره قربونت. آره عزیزم، خداحافظ. ببخشید مزاحم شما شدیم ما. بعد آب ساختمون چرا قطع شده؟ اهالی هم مثل که با هم داشتن دعوا میکردن. اهالی ساختمان شارژشون رو ندادن، بنده هم آب رو قطع کردم. شما آب رو قطع کردین؟ بله. الان باید چیکار کنیم؟ نمیدونم. آخه من پول شارژم رو دادم. بله شما شارژتون رو دادی. من در خدمتتون هستم، بفرمایید. شما دارین کجا تشریف میبرین؟ من دارم میرم بانک، کار دارم، از برم میرم سلام. کی تشریف میبرین؟ همین الان دیگه. نمیتونین تشریف ببرین. چرا؟ چون یه ماشین روی پل پارکینگ پارکه. خب مال کی هستی؟ آقای مرتضوی. همین آقای مرتضوی خودمون؟ بله. خب چرا باید مونده باشی؟ به دلیل قطع آب.
من متوجه نمیشم. میگه تا آب رو وصل نکنی ماشین رو بر نمیدارم. من عجله دارم، با لجبازی که نمیشه که. بله با لجبازی که نمیشه. نکن ببینم کجاست مچوسوسون برای خودم نکن آقای زیایی این چه وضعیه؟ آبو چرا قطع کردین؟ پول شارژتون رو بدین آب من وصل که میشه. شارژو دادم که بله همینطوره. من الان چیکار کنم؟ نمیدونم. سلام علیکم. سلام حال شما چطوره؟ ببخشید آقای مرتضوی کجا؟ تو خونه است نمیاد بیرون. خب من میخوام باهاش صحبت کنم. فقط از پنجره صحبت بکنم. امید جان نکن آقا صحبت کنیم. نکن عزیزم اجازه بده. آقای مرتضوی جانم آقای مرتضوی لطف کنید ماشین رو از در پارکینگ بردارید، من عجله دارم میخوام برم. یه جمله جدید بگو بابا حال نداری. این نگره تو بردار یا بالفی میذارم 4 تا شخصشو جر میدم ها. به من فکر تو بابا ریخونه. آقا زشته خانم ایستاده اینجا. الان مشکل چیه؟ شما برو آبو بس کن من بیا ماشین رو بردارم. بابا شارژ تو بده اینو آبو بس کنم. اصلا به تو چه؟ من تو کلانتری. تو میای پایین. آقای مرتضوی من که شارژمو دادم چرا باید علاف شما بشم؟ اینجوری نمیشه، ما تا صبح علافیم. اینجوری نمیشه. من شارژو میدم، من عجله دارم، کل شارژو من میدم. بفرما بده. دوستان امید جانو ببریم تو پارکینگ. منو واسه چی؟ تو برو میکنی. بفرمایید. آی زیبایی با من تشریف میارین یه لحظه. ببخشید. تشریف بیارین. جان جناب زیایی مبلغ کل شارژ ساختمون چقدره؟ بنده شما و خانم جلیلی شارژ این ماهمون رو دادیم. الباقی 7 واحد میشود 2,800,000 تومان. من پرداخت میکنم. آها آقای مرتضوی بله بنده کل شارژ رو پرداخت کردم. آبم الان وصل میشه. لطف کنید ماشین رو بردارید. آقایون تموم شد. بریم. بفرمایید. حاضر. مرسی آقای مرتضوی. بگیریدش. خب نام مهداد نام خانوادگی پرهام. بفهمین چرا درگیر شدید. من درگیر نشدم، من صبح اومدم برام همون دیدم آب قطع. امید جان حمله کرد به آقای مرتضوی. اجازه بدین خودشون توضیح میدن. بله آقای مرتضوی ماشین رو روی درب پارکینگ پارک کرده بودن، من اومدم مشکل رو حل کنم. شارژشو نداده بود کل شارژ ساختمون رو بنده پرداخت کردم. ولی امید جان حمله کرد به آقای مرتضوی. آقای محترم گفتم اجازه بدین خودشون توضیح میدن. آقای پرهام با شما کار دارم. خانم شما چرا تلفن منو جواب دادید؟ با از تشکرته دیدم زنگ میخوره گفتم جواب بدم. روزگل جانم هنوز جان. کی بود؟ این دختره کی بود؟ من چه میدونم کی بود، من اینجا درگیر شدم، جناب سروان اینجا هستم. به من بگو این دختره کی بود؟ من نمیدونم، از همسایه هستم، اصلا تا ایشون رو ندیدم هنوز جان. منو نپیچون. کی بود این جواب تلفنتو من داد؟ به شما زنگ میزنم.
من کتک خوردم، من باید شاکی باشم که نیستم. یکی از عزیزان ایشون برسه بیمارستان بعدم کلانتری. زنگ زدیم آژانس الان میاد. نه احتیاجی نیست، لازم نداره. تو مگه میشه؟ بخیه میخواد این سر. من طوری نیستش، من کار دارم باید برم. نه چرا؟ آی زیادی باید برم. بخیه میزنیم. نه بخیه چیه؟ بیمارستانی آژانس بغله. چرا زنگ زدی؟ من کار دارم. ببخشین آقا این صدای موزیک رو میشه کم کنه؟ من سرم درد میکنه این صداش تو سرم. متشکرم. ببخشید میشه بریم سمت بلنجک؟ من گفتم این بیمارستان اینجا. نه خب این ظاهرا خونش بند اومده. بریم سمت بلنجک و همونجا توی بانک کار دارم. آقا تو رو خدا اگه بریم ساعت رفتن 2 تا خالجوشه میزنیم تموم میشه. سلام خدا پدر مادرتون بیامرزه. بریم ساعت رفتن. ببخشید ضبط رو کم میکنی؟ گفت نیم ساعت؟ مثل اینکه کار داری میکنی آقا؟ دم قالونو چی داره میگه این؟ بر میزنه. چی میگه؟ میگه ما بریم عقب؟ بر میزنه. خانم محترم این کوچه به سمت پایین ورود ممنوع، شما یک طرفه اومدی. چشم بسته غیب بگی واسه من. میگم میمیری بری عقب من اینجا رد شم. خیلی عجیبه. عقده‌ای؟ خانم حالا شما برین عقب دیگه، من چیکار کنم الان؟ من که نمیتونم همه این کوچه رو برم عقب. تو برو عقب خبر مرگت. دوست عزیز این خانم تعادل روانی نداره. من خواهش میکنم شما برین عقب بزنین رد شن. عمرن آقای محترم من این ماشین از شما کرایه کردم، خواهش میکنم برین عقب بزنین رد شن. کرایه کردی نخریدی که. ناراحتی پیاده شده داشت. این میمون روش باید کم شه. سلام. عرض کردم خدمتتون شما این کوچه رو یک طرفه اومدید، یعنی ورود ممنوعه. اگه تشریف ببرید عقب ما میریم عقب‌تر. ببخشید خانم. آقا عذر میخوام یه لحظه. خانم ببخشید. خانم ببخشید.
بله. ایشون مثل اینکه حالشون خیلی بده. چیکار کنم آقا؟ مگه نمیبینی اینجا چه خبره؟ اگه خیلی عجله داری بفرمایید جای دیگه. نه ایشون که با من نیستن که، من سرم شکسته اومدم اینجا. خب پس چرا داری به من میگی این چیزا رو؟ برو صندوق راهنماییت کنم. خانم ببخشید اینا واسه کجا ببرم؟ مشکلت چیه؟ چاقو خوردم. ببر صندوق بگو بنویسم برای اتاق عمل. باش. آقا ببخشید میدونی صندوق کجاست؟ جونم عشقم. چرا زنگ نمیزنی؟ کجایی؟ من اومدم بیمارستان. بیمارستان برای چی؟ بیمارستان برای کی؟ سرم شکست، اومدم بیمارستان بخیه بزنم، چیز مهمی نیست. میگم برای کی رفتی بیمارستان؟ الان کی اونجاست؟ اونجاست یعنی چی؟ خب 2000 نفر آدم اینجا. مگه نگفتی میری بانک؟ بیمارستان برای کی اومدی؟ چرا اینجوری میکنی؟ تو درگیری ساختمون سرم شکست، داشتم میومدم بیمارستان، دوباره تصادف کردیم بیشتر سرم شکست. چرا راستشو به من نمیگی؟ من خبر مرگم اومدم پاریس درس بخونم، چرا نمیذاری حواسم به درسم باشه؟ مهناز جان عشقم، میگم اومدم بیمارستان سرمو بخیه بزنم. آقای محترم، جانم. شما خونریزی دارین. چه کمکی از دست من براتون ساخته است؟ کی بود؟ مهناز جان من به شما زنگ میزنم. کی بود؟ من سرم خونریزی کرده، فکر میکنم شکسته. فکر نمی کنم چیز خیلی مهمی باشه. شما اصلا نگران نباشید. به نکات مثبت زندگیتون فکر کنید. بله حتما. میتونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟ بله. ولی اینجا یه مقداری شلوغه، میشه بریم اورژانس؟ متاسفانه امروز اینجا خیلی شلوغه. اورژانس اصلا جا نداره. ولی من تو کمترین زمان بهترین امکاناتو براتون فراهم میکنم. نام؟ مهرداد. نام خانوادگی؟ پرهام. سن؟ 43. از بیماری خاصی رنج نمیبرین؟ خیر. فشار؟ خیر. قند؟ خیر. تریگلیسیرید؟ خیر. استرس؟ مقداری. من کاراتون رو انجام میدم، فرمتون رو کامل میکنم، میدم صندوق. شما تشریف ببرین صندوق، نگران هیچی نباشین. فعلا. نفر بعد جانم مادر. این کاغذ دادم من یه فرم از شما بگیرم. برگه تحویل مادر جان. اینو پر کن برام بیار. من که سواد ندارم پر کنم. من که اینجا بیکار نیستم واسه تو فرم پر کنم مادر. نفر بعد بفرمایید. سلام علیکم. سلام. ببخشید من سرم شکسته، خونریزی کرده. اسم اون خانم پرستار نوشتن تو مهرداد پرهام. اینو پر کنیم برگردیم. بعد این اسپری فلفل زدم تو من چشمم. کار کنم اسپری فلفل زدم به چشت. بفرمایید نفر چی الان؟ برو اون گوشه بخون میبینی چیه. بفرمایید نفر بعد. آقا میشین برگ ترخیصمو بدین؟ مادر جون این فرم من برای پر میکنی؟ مادر عجله دارم من، ببخشید. بدی من پر کنم برای تو فرمتو. فقط فرم چی هست؟ ترخیص. خب مبارک باشه. کی ترخیص میشه؟ شوهرم. نامشون؟ جعفر. نام خانوادگی؟ خاتون آبادی. آبادی. نام پدر؟ امرالله. امرالله. سنشون؟ 76. 6. علت فوت کردن؟ بله.
اون روز که آوردمش اونجا این در تو نمیمد. من نمیدونم چه بلایی سرش آوردم. من تسلیت میگم خدمتتون، فقط اینجا علت فوت رو خواسته، مثلا تصادف کردن، سکته کردن. دق کرد. خب نه میدونم، یعنی این که اصلا قلبشون ایستاد، ریهشون، من باید علت رو بنویسم. دق کرد. بسیار خوب، مدارک رو به من بدین. پاشو برو، حالا که ساعتی بیایی باید برگردم بخشه. 1 ساعته برمیگردم. جبران کن. آقا جون این صفو مرتب کن من بفهمم چه خبره. بده من اینم. نه اینو فقط من میخوام مهر بزنم. خب یه لحظه من فقط میخوام اینو مهر کنه. ببخشید یه لحظه بفرمایید. این یه دونش مال منه، یه دونش هم مال اون خانومی که اونجا هستن. کارت میکشی؟ بله. کارتم رو بدم خدمت شما. بفرمایید. جونم عشقم. کجایی؟ من بیمارستان هستم، به شما زنگ میزنم مهناز جان. سرصدای چیه اونجا؟ چرا راستشو به من نمیگی؟ مهناز جان من در حال حاضر نمیتونم با شما صحبت کنم. جان پدرت انقدر به من زنگ نزن. گوشتو بذار رو اسپیکر. میگم گوشیتو بذار رو اسپیکر. کاری که میگم رو بکن. بفرمایید. حالا کامراتو روشن کن. بفرمایید الان تصویر منو داری. گوشیتو بگی بالا من اونجا رو ببینم. من زشته. گوشیتو بگیر بالا ببینم اونجا چه خبره. آقای محترم جانم. سلفی میگیری؟ نه سلفی نمیگیرم. بیا امضا کن. بله. اثر انگشت. امضا اثر انگشت. چی امضا میکنی؟ رمز کارت. 1109. کارت واسه کی داری میکشی؟ مهرداد گوشیتو بگی بالا ببینم چه خبره. یا بیمارستان ها گوش کن ببین من چی میگم. بفرما خانم بفرما شما. آقا چی واسه نگاه کنه؟ آقا برقم نه. آقا با شما. جانم بله. این کارتتون، این میشه پرداختیتون. متشکرم. اینم میبری طبقه پایین زیر زمین. مهناز جان من به شما زنگ میزنم. خیلی ممنونم، متشکرم. 2 میلیون تومان برای یه بخیه؟ بخیه چیه؟ مهندساب اون خدا بیامرزه. میری زیر زمین سردخونه. جنازه رو شناسایی میکنی. تحویل ماشین بهش زهرا میدن. خدا رحمت کنه. خب من که نمیخواستم. من نمیخواستم پولو پرداخت کنم. برو جنازه رو شناسایی کن. الان بچه‌ها میرن نهار. برو. مادر جان من کارای ترخیص رو انجام دادم. شما باید تشریف ببرین زیر زمین، اونجا سردخونه است. جنازه رو تحویل بگیریم که ببریم برای بیت زهرا. فقط تنها هستین؟ یعنی فامیلی، دوستی، آشنایی کسی نیست؟ من هیچ کسی اینجا ندارم. یه سری از شهرستان دارم میان. اونم یه سالی میرم بیت زهرا. من تا زیر زمین با شما میام. جانم. سلام علیکم. این برگه تحویل متوفا هستش. اومدیم جسد رو تحویل بگیریم. متوفا شوهر ایشون بودن. جنازه باید شناسایی بشه، تایید بشه، تحویل بگیری. بله دیگه. بله چیه؟ بفرمایید شناسایی کنید، تحویل بگیرید. نه من فقط فرمو پر کردم. شوهرشون. مادر بفرمایید برای شناسایی آقا جسد. چی کار میکنین؟ خانم با این سنش پس میفته. پسرشی؟ دامادشی؟ کیش میشی؟ من چیز این میشم که من دامادشم. شناسایی کنی تحویل بدید. بسیار خوب. آقای پرهام سلام علیکم. کجایین شما؟ من همه جا رو گشتم. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم جسد شناسایی کنم.
چی شناسایی کنی؟ این خانم شوهرشون فوت کرده بودن، بعد بالا کسی نبود کمکشون کنه. بعد من حالا اومدم جسد شوهرشون رو شناسایی کنم. میخوان شما شناسایی کنی؟ من که نمیتونم. این مورد واقعا نمیتونم. من خودم انجام میدم، من خودم این کارو میکنم. ماجرا اینه که مادر عکسی دارین ازشون؟ مگه نگفتی دامادشی؟ خیلی وقت بود که صورتشون به هم ریخته بود، میترسم یه اشتباه کنم. بله خودشونن، بله خودشونن اینا. پس تو شما برمیگردی من وسایل پانسمان آماده کنم که زخمتون پانسمان کنم. خانم احتیاجی نیست، من خودم میام بالا. بفرمایید شناسایی کنید تحویل بدید. خود پانسمان کنید. آقای فرهام. بله. خوبین؟ بله. مادر کجاست؟ رفتن بالا تو حیاط. اجازه میدین؟ چه خوب کمک کردیم. کجا؟ میگم چقدر خوب که کمک کردیم به مادر. بله. شما کلا از یه سیاره دیگه اومدین نه؟ چطور؟ آخه خیلی وظیفه شناس و مهربون هستی، اونم تو این شلوغی. به نظر من آدم تو هر شرایطی باید کارشو درست انجام بده. خیلی فرقی نمیکنه. خب بله. زخمتون خیلی عمیق نیست. بقیه هم نمیخواد. متشکرم. اجازه بدی من کنم. خب چیز مهمی نیست. ببینم. خیلی خوب. تموم شد. خیلی لطف کرد. منم با اجازهتون برم بالا چون مادر بالا منتظر هستن. باشه. منم تا حیاط باهاتون میام. این گازم پیشتون باشه. پاک کنیم بعدش. خب مادر همه کارا انجام شد، شما فقط باید تشریف ببرید بهش زهرا. فامیلا اون که تشریف میارن، با من کاری ندارین؟ پسرم من نمیخوام اذیتت کنم، ولی من کسی ندارم، اصلا کاری از دستم بر نمیاد. مادر نه مادر، من تو ساعت 5 عصر باید برسم بانک، وگرنه خونم از دستم میره. الان ساعت چنده؟ 11:30. ای خدای من چی کار کنم؟ بسیار خوب، من تا به زهرا میام. فقط فامیلاتون اونجا هستن که من سریع برگردم؟ بله. بسیار خوب، شما تشریف بیارین با من. شما یه لحظه. پس من با مادر میرم به زهرا. خیلی لطف کردید، فراموش نمیکنم. من کاری نکردم. شما مهربان هستید. بله. خداحافظ. خسته نباشید. مرسی. من با شما میام. ماشین دارین؟ خیر. بغل جنازه میشینین؟ خیر. پس خودتون بیاین. عذر میخوام، آسون ترین راه برای رفتن به بیت زهرا چیه؟ مترو.
جونم عزیزم. الان کی اونجاست؟ یعنی چی اینجاست؟ 11,000 نفر اینجا؟ گوشیو بگی بالا ببینم. چیزی میخوای؟ جان؟ میگم چیزی میخوای؟ من متوجه نمیشم. میگم چیزی میخوای بخری؟ همه چی دارم. نه متشکرم. مسواک، خمیر دندون، سطل، لیف، سامسونت. نه من به چیزی احتیاج ندارم. زیر قیمت بازارها. پیرکس، تفلون، 3 تا قاشق چنگال، تشک، لاف، بالش. حالا خوبه همه چیزایی که اینجا میفروشیم با اونجاله که چون؟ من چیزی احتیاج ندارم. سیر ترشی، قالیچه، آکاردئون، بیکن. آوارم دارم. نه من چیزی احتیاج ندارم. همه اینایی که میگین الان اینجاست؟ شما بگو چی میخوای؟ 3 سوت میارم برات. نه من چیزی احتیاج ندارم. مرسی. کجا میری؟ بهش زهرا. کافور، سنگ لحد، اکو، شم، دستگل، یخت 2 نفره. نه من چیزی احتیاج ندارم. مرسی متشکرم. 15 بده یه مشت و حالت بدم. نه مرسی متشکرم. 10 بده. نه آقا نمیخوام. آقا ولم کن. ول کن آقا ولم کن. آقا فروشه؟ فروش نه آقا بیا همش مال شما. آقا بیا بفرم حساب چیه؟ اونم افتاد. بیا اونم بردار. بیا اونم هست. بفرم اینم. بفرم اینم خدمت شما. اینم مال اونه. بفرم برو. پسرم جانم اون وقت چه خبره انقدر شلوغه؟ یه بازیگر سینما فوت کرده. ما در مراسم خاک سپاریشه. شغل چیه؟ جان؟ شغل چیه؟ من وکیل دادگستری هستم. زن و بچه نداری؟ زن چرا؟ یعنی نامزد دارم. یه گفتی اونم میمد خب. نه اینجا نیست، پاریسه. چی؟ ایران نیست، خارج داره درس میخونه. آها. شما بچه دارین؟ 5 تا. کجا؟ خارجن. نمیام؟ گفتم میان حالا. پس اونایی که اومده بودن بچه هاتون نبودن؟ اون امیر خواهرزادم بود، اون یکم با جناقش بود. دیرت نشه مادر؟ جان نه حالا کار شما انجام میشه، اصلا اشکالی نداره. مثل اینکه اومدن. خدا رحمت کنه.
آقا شرمنده طول کشید. کاری خیلی نکردم. محبت کرد. خواهش میکنم. همه کارا انجام شد. مدام الان میرسه. دستون درد نکنه. جونم حسین آقا جون. آره همینجا. دیدمتون. خاله جون رسیدم. این 4 تا اتوبوس با شما؟ بله همینو فقط. من با عزتون برم میام خدمتتون. تو سفریه رو راهنمایی کن. امروز هنرمند عزیزی رو از دست دادیم که برای فرهنگ و هنر ایران بسیار ارزشمند. هنرمندی که در مقاطع مختلف همه ما با او کار کرده بودیم و او را میشناختیم. مهربان بود، دلسوز بود و برای همکاران و کاری که میکرد بسیار ارزش قائل بود. سینمای ایران شخصیتی را از دست داد که در کار خودش مؤلف بود و خلاق. بابای مهربونم درد و بلاد به جونم بنگر که از فراغت بر لب رسید جونم چشمای بستت رو یه بار دیگه تو با کن بازم مثل قدیما یه بار منو صدا کن. عجب رسمیه رسم زمونه قصه برگان باد خزونه میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. دلم گرفته امروز بابا بازم بهونه به انتظار نشستم با اشک دونه دونه. کجاست اون کوچه چی شد اون خونه آدماش کجان خدا میدونه. عزیزا محبت کنن کنار قبر رو خالی کنن فرزندانشون هم که نیستن درون دل قبر برن برای تلقین. یه عزیزی محبت کن اگر دامادی هست بره داخل قبر تلقین انشاءالله بخونید. ارائه شده توسط همتا مووی. من اومدم خداحافظی کنم اگه کاری ندارین با اجازهتون من برم. بابا یکی بره درون قبر غم تلقین رو بخونم گوشه تاقچه توی ایوونه چه سبز یاده توی این خونه خودش کجاست خدا میدونه. جونم عشقم. الو کجایی؟ کامراتو روشن کن. جونم عشقم. میگم کجایی الان مهداد؟ تو قبرم. چه طرز حرف زدن با من؟ میگم کجایی الان؟ کی اونجاست؟ اینا الو میگم کجایی الان مهداد؟ تو قبرم. بیا الو عشقم. الو آقا تکون بده آقا جان. الان چشم تکون بده. تکون بده. آقا در اون وارو با کردم مردم دارن میان اینور. مردم کیان؟ خاک سپاری هنرمنده اومدن. فقط زود جمع کنید که زیر دست پا له نشه.
بگیرین اینا رو آقا، بگیرین اینا رو، بگیرین. نیان این قبر ماست، نیان این قبر ماست، نیان این قبر ماست، نیان قبر ماست. باستا 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 مادر جان خدا رحمت کنه، اذیت هم شدیم. شما اوامری نداریم به بنده؟ ولی یه مسئله دیگه ای هست. جانم. من این جماعت باید نهار بدم. خب من چه کار کنم؟ من کسی ندارم، هیچ جرم بلد نیستم. نه مادر، من ساعت 2 الان ساعت 5 باید بانک باشم. اگه نرم خونم از دستم میره. من چیکار کنم پس؟ من نمیدونم مادر، من که نمیتونم بیام بریم به اینا ناهار بدیم که. خب تو نیا، ولی من پول ندارم این همه آدم ناهار بدم. من پرداخت میکنم، من میدم پولشو. چند نفرن؟ 127 نفر. 127 نفر، چه دقیقا میدونی؟ خب چقدر میشه؟ نمیدونم. 127. چی میخواین نهار بدیم بهشون؟ سرش فولی با مرغ، بالاخره باید آبرومندانه باشه. بله چشم چشم. حالا باید من چیکار کنم؟ شما احتیاجی نیست کاری بکن. من پسرداریم رستوران داره، الان زنگ میزنم بهش. بله. الو بهرام جان سلام. مهردادم. آره قربانت. ببین الان من نمیتونم صحبت کنم. 127 نفر میان رستورانه، بهشون زرش پلو با مرغ بده. من فردا برای شما کارت به کارت میکنم. بله میام سر میزنم. خدا حافظت. مادر همه چی هماهنگ شده. فقط بذاریم من آدرس رو بنویسم بدم خدمت امیر خان که اونجا تشریف میبریم. ببینم این چیه. امیر جان تشریف بیارین. تشریف ببریم به این آدرس برای صرف ناهار. اونجا همه چی هماهنگ شده. اینا باشه. بگین از طرف من هست. خیلی ممنون. قربون شما، خیلی ممنون. خب مادر شما کاری ندارین؟ نه مادر جان، برو به کاری. خیلی مراقب خودتون باشین، قصه چیزی رو نخورین، همه چی درست میشه. مراقب مادر باش. قربان شما. خدا حافظت. خدا حافظ. آقا ببخشید جون، من بی زحمت میرم ورنجک، کرایه‌ش هم هرچی باشه حساب میکنم. قبل ساعت 5 بعد اونجا توی بانک باشم، کار دارم. کجای تهران پارس؟ جان؟ کجای تهران پارس؟ عرض کردم بلنجک. همون کجاش؟ شما تشریف ببرید من میگم. از کجا باید برم؟ شما تشریف ببرید من خدمتتون عرض میکنم. خدا رحمتش کنه. کیو؟ اگه از بهش زهرا نمیای. چرا؟ بله خیلی ممنونم. منم هفته‌ای 2 بار میام. آدم وقتی میاد اینجا دلش وا میشه. آدم بیاد به زهرا دلش وا میشه؟ خیلی جای باحالیه. خیلی. الو
سلام عرض میکنم. من پرهام هستم. میخواستم با آقای رسولی صحبت کنم. بله پرهام، خدمتشون بفرمایید. من تا ساعت 5 خودم رو میرسونم. یه مشکلی برام پیش اومده بود. بله خیلی ممنونم. کدوم رسولی؟ چیو کدوم رسولی؟ کدوم رسولی؟ آقای رسولی رئیس بانکیه که من اونجا کار دارم. همین ولنجک؟ بله. بابا اون که شوهر خواهرمه، دامادمونه، خیلی بچه مشتیه. دبیرستان عارف نبودی؟ نه من دبیرستان عارف نبودم. ایوه میگم قیافت چقدر آشناست، منم اونجا بودم. الان زنگ میزنم رسولی کارتو ردیف میکنم. الو رسولی جون، مخلصم. آبجی چطوره؟ بچه ها خوبن؟ ببین رسولی، میگم این من دارم با این رفیقم میام پیشت. پرهام، آقای پرهام. آره از بچه های قدیمیه. تو اگه میشه تا 7 وایسا، خودم دارم میارمش. دمت گرم. حله. خیلی ممنون، خیلی لطف کردی، متشکرم. شما شغلتون همینه؟ یعنی منظورم اینه مسافرکشی میکنی؟ آقا گوشم برو حاجی رو برده بیا تو، حالا سکته میکنه. بیا مادر خوش ببینم. خوش ببینم. خیلی خوب بیا برم. ببین حاجی خوشم وسط خیابون. دفعه اولش نیستش که با ماشین میاد تو مغازت، که غریبه هم که نیست. هر دفعه ما جمع کردیم پول شیشه تو دادیم. حاجی فدای تو بشم، قربون برم. بلند شو بریم تو، من یه نونخامه‌ای و چایی بهت بدم، فشارت میزون بشه. نادر داداش خوبی؟ یه دقیقه منو ببر خونه. چی؟ یه دقیقه منو ببر خونه. باشه یه دقیقه بشین، الان خودم میام میبرم. بچه آقا نادر رو باید ببرین خونه. شما چی کارشی؟ چی کاره کی؟ آقا نادر. من کارش نیستم، اما من داشتم میرفتم ولنجه. آقا من کجا؟ یه جایی هستی قربونت برم. چطور مگه؟ یه دونه آژانس بگیریم من برم. خودمو میبریم. یه دقیقه بشین. آقا جون یه دونه آژانس بگیریم من برم. آره چی فرض کردی؟ خودمو میبریمت، ما اند معرفتیم. آقا جون یه دونه آژانس بگیریم من گورمو گم کنم برم. دورت جون. خونه آقا نادر نه همین بغله، بعدش هم هر جا دوست داشتی میبریمت. پاشو اصلا خودت. پاشو خودمون ببریمت. پاشو قربونت برم. بچه‌ها بجنبین. نادر میزون میشه.
یه اجازه بدیم من برم. بچه کجایی؟ اقدسیه. کجا؟ همین نیاوران. چرا داشتی میرفتی ولنجر؟ ولنجر تو بانک کار دارم تا ساعت 5 باید برسم. میرسی قصه نخور میرسونیمه. آقا نادر زنگ زدم به دامادشون بانک، گفتن تا ساعت 5 صبر کن. داماد کی؟ داماد خودشون دیگه، آقای رسولی. نادرینه که داماد ندارن، یه داداش دارن قزلستاره. گفتی با چی زنگ زد؟ با موبایلش. موبایلش که سیم کارت نداره ولی خودش سالاره. آقا اگه اجازه بدیم من برم. هری خواهر داری؟ متوجه نمیشه. خواهر داری؟ خیلی. پس نداری. میدونی خواهر یعنی چی؟ نه دیگه. خواهر یعنی دختر مادرت. نسبتاشو میدونم. پس نسبتا رو میدونی. پس واسه چی اون دفعه با یه جعبه شیرنی یا یه دست بیل پا شدی اومدی خواستگاری خواهر من اصلا خواستگاری خواهر شما نیومدم. من خودم نامزد دارم. اون دفعه به چی گفتم؟ چی گفتی؟ گفتم دفعه بعد که بیای روده هاتو در میارم. گفتم یا نگفتم؟ نه من نبودم. شما منو سوار کردی ببری ولنجک. میدونی فرق خواهر با آبجی چیه؟ خیر متاسفم. پس نمیدونی. خواهر برای آدم نمیمونه، میشه زنه تو، ولی آبجی برای آدم میمونه. آبجیتون براتون میمونه. پس واسه چی اومدی خواستگاری آبجی من؟ نه شما منو سوار کردی ببری بانک. باشو عینک تو بردار. منو سوار کردیم ببریم بانک. شما میگم واسه چی اومدی خواستگاری آبجی من؟ دوستان یه لطفی بکنید، یه کمکی به من بکنید. واسه چی اومدی؟ من میخواستم برم ولنجک، قرار بود شما منو ببری ولنجک. نه واسه چی اومدی؟ من به تو گفتم یا نگفتم؟ چی آخه؟ گفتم حالتو میگیرم یا نمیگیرم؟ برای چی آخه؟ گفتم واسه چی اومدی دنبال آبجی من با آبجی شما آبجی نداری اصلا. بگو آبجی. واسه چی اومدی دنبال آبجی من؟ حواستو جمع کن. گفتم رودتو میکشم بیرون یا نه؟ آقا نادر بله. متاسفم این شکل شمایلی که شما داره با که کسانی معاشرت میکنه. من تا شما باشم ردش میکنم برم. بابا جون این آدم خطرناکیه، ما مجبوریم توی خونه زندگی کنیم، چاره‌ای نداریم. عزیزم این خانواده نداره، خواهر نداره، شیشه میکشه، خب معلومه دیگه مغزم نداره. من بهش میگم بیا پسرم تریاک بکش، حالت خوب میشه، تکلیفت خوب میشه، گوش نمیکنه. بابا من اصلا اینا رو نمیشناختم. گوش کن پسرم، زر نزن، قدر جوانه خودتو بدون. یه همچین جوانه دیگه گیر نمیاد. حالا پاشو برو تا این سرگرم شدن، حالش خوب نیست، یه وقت میزنه بله مله به سرت میاره. پاشو برو پسرم. اینجا آژانس نداری؟ آژانسمون کجاست؟ برو زودتر. وایسا
متفرق شو. متفرق شو. من تنها؟ فرقی نمیکنه. متفرق شو. از کی متفرق شما؟ بیا برو. رد شو. آقا بله. کجا میری؟ خونم. از همون کنار دیوار برو. برو. نباشم. کلا نمیگه چه خبره؟ نه عشقم من نمیدونم چه جوری برات توضیح بدم. یا همین الان میگی یا همین الان میام ایران. عشقم من از اول باید یه سری چیزا رو برات توضیح میدادم که الان اصلا امکانش نیست. اوکی، من همین الان میام ایران، امکانش رو برات فراهم میکنم. دو نفر اینجا افتادن. 2
2 نفر اینجا افتادن. 2 نفر. من اونجام نوشتم که صبح رفتم دوش بگیرم و آب قطع. بعد اومدم از خونه بیرون، دیدم که مدیر ساختمون آب قطع کرده و درگیری شد جلو منزل که من یه جراحتی برداشتم، مجبور شدم برم بیمارستان. اونجا چیز شد، یه مادر پیری و من باش آشنا شدم که در واقع شوهرشون فوت کرده بود، کسی نبود کمک کنم، مجبور شدم برم تا بیزهرا برای خاک سپاری. و اونجا خاک سپاری که تموم شد من اومدم سوار یه ماشینی شدم که اون اصلا فراموش کنیم. بعد از خونه اومدم بیرون که یهویی دیدم وسط همین درگیری هستم که شما اینجا عکسش رو دارید که من اینجا تو این درگیری دارم میگم 2 نفر افتادن زمین، 2 نفر کمک میخوام. البته یه توضیح هم بهتون بدم که در واقع این شکل و شمایل من به خاطر اینه که من تو هم مراسم خاک سپاری تو بیزهرا و بعدش هم اومدم سوار ماشین شدم که با ماشین رفتیم تو قنادی و اینجوری در واقع خاک و گل و اینا به من چسبید. من البته خودم وکالت خوندم و این امکانم برای من فراهم بود که من برام خارج از ایران و خیلی راحت زندگی کنم و اینا، ولی گفتم این چه کاریه، اینجا مملکت ماست، ما باید بمونیم خدمت کنیم و ما واقعا هممون مثل هم هستیم، چه فرقی میکنه. نه من حتی بهتون بگم که مثلا فکر کنم چند سال پیش بود ما یه مستاجری داشتیم که ایشون پسرشون شهید شده بودن. یعنی میخوام بهتون بگم که من با این مسائل هم بیگانه نیستم. یا حتی یه دفعه دوستان لطف کردن اومده بودن که ماهواره ها رو جمع کنن، اونجا من خودم کمکشون کردم. حالا هر سوالی داریم بپرسیم، من میگم، همه رو میگم. یکم از خودتون بفرمایید. عرض کردم خدمتون که من وکالت خوندم و الحمدلله بد نیست، زندگی خوبه و میگذره، دفتری داریم شکر خدا، همه چی خیلی خوب هست و دیگه به حمد خدا میخوام عروسی کنم تا چند وقت دیگه. عقب‌تر عروسیمون بندازم عقب‌تر؟ از عقب‌تر. از عقب‌تر بگم. من دیپلم گرفتم که وارد دانشگاه شدم و من کلا در اون دوران هیچ فعالیت دانشجویی من نداشتم و درس مهمترین چیز بود برای من. عقب‌تر در دوران راهنمایی یه خورده فعالیتم بیشتر بود. من تو اون دوران هم درس میخوندم، هم توی تولیدی کار میکردم، تولیدی کفش بود و اینم به خاطر پدرم بود، چون پدر معتقد بودن که جوانان باید روی پای خودشان بایستند. عقب‌تر دبستان. عقب‌تر که من بله یادم میاد این که من خیلی ماکارونی دوست داشتم. مادر یه ظرفایی بود پلاستیکی که برای من ماکارونی درست میکردن و من اونو با خودم به مهد میبردم
در اون دوران من فقط کارتون های مجاز رو دوست داشتم ببینم. ساعت 9 هم میخوابیدم. عقب‌تر. خیلی به صورت محو هست در خاطر من، خیلی دور هست. من یادم میاد که بله یه باغ بود که ما به اونجا میرفتیم. من لای درختا بازی میکردم. یه باغی بود که خیلی دوره، یه باغ انگور بود. بله پدر من باغ انگور داشت. البته پدر فقط به شکل مجازش از انگور استفاده میکردن، یعنی همون شکل میوهش در واقع. و حتی من یادم میاد وقتی این انگورها کشمش میشدن، پدر از این کشمش ها استفاده میکردن فقط برای عدس پلو. شما بفرمایید که در فلسفه پیرو چه کسی هستین؟ فلسفه؟ من پیرو کسی نیستم. من خیلی آشنایی ندارم با فلسفه. یعنی بفرمایید که در فلسفه پیرو چه کسی هست؟ همین الان عرض کردم خدمتتون، من اطلاعات دقیقی ندارم، اصلا مطالعه نکردم و یه چند واحدی تو دانشگاه ما پاس کردیم و اصلا علاقه به فلسفه ندارم. شما بفرمایید که در فلسفه پیرو چه کسی هستی؟ هگل. من پیرو هگل هستم. آدرس و تلفنشون رو بنویسید. من عرض کردم هگل ایشون فیلسوف قرن 18 هست. 300 سال پیش آلمانی بودن. آدرس و تلفن ایشون رو بنویسید. که اشتباه شده، آلمانی بودن 3 قرن پیش، اونو میگم. آدرس و تلفن ایشون رو بنویسید. بله این هست. اشتوتگارت، میدان باربارا روز پلاتس، شماره 3 واحد 2. تلفنشون هست 2049 221 27 36 42. بفرمایید که در ادبیات پیرو چه کسی هستیم؟ در ادبیات آدرسشو می نویسم. من پاریس، خیابان شانزلیزه، منطقه 11، پلاک 7 واحد 1. فقط تلفنشون خاطرم نیست. آقای آنور دو بالزاک. یه چند تکه فیلم با هم ببینیم. بله. 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 دوستان، این تصاویری که مشاهده میکنید گوشه ای از وضعیت بیمارستان‌های کشورمونه. ببینید مردم چه وضعی دارن و واقعا هیچ کس نیست که به این وضعیت رسیدگی کنه. واقعا جای تأسفه. دوستان ملاحظه کنید این وضعیت بهشت زهرای ماست. همه جا رو خاک گرفته و هیچ کس نیست که به این اوضاع رسیدگی کنه. مراسم خاکسپاری یک هنرمنده که گویا نمیذارن برگزار بشه و خیلی وضعیت تأسف‌باریه. تلفن آقای بالزاک یادتون اومد؟
داری شوخی میکنی با من؟ در تمام این فیلم ها تصویر شما هست و این فیلم ها به طور وسیع در فضای مجازی پخش شده و جاهای دیگه. بله. بفرمایید. من یک نامزدی دارم در پاریس زندگی میکنن ایشون، در واقع درس میکنن اونجا. در طی این اتفاقات خیلی به من مشکوک شده بودن و من هر جایی که رفتم این فیلم ها رو گرفتم و برایشون فرستادم که شکشون برطرف بشه، ولی حالا روی اینا صدا گذاشتن یا کار دیگه کردن من اطلاع ندارم. ولی هدف شما چی بود؟ از 1 سالگی امروز من رأسه ساعتی بعد میرسیدم بانک برای اینکه خونم از دستم نره. چه ساعتی؟ ساعت 5 عصر. بنده اظهارات شما رو باور میکنم و صحت حرفهای شما رو بر صداقت و راستی فرض میکنیم. یعنی میتونم برم؟ بفرمایید. خیلی ممنون. سلام علیکم، من پرهام هستم، دیر رسیدم. تعطیل شده عزیزم؟ نه میدونم، شما با آقای رسولی بگی آقای رسولی منتظر من هستم. آقای رسولی رفتن، ساعت 3 رفتن. اجازه بدید آقای احمدی، شما بفرمایید. بفرمایید. از بانک شما با من تماس گرفتن، گفتن این پرداخت من عقب افتاده برای خونم و اینا. آروم باشین، 3 تا نفس عمیق بکشین. این از بانک شما تماس گرفتم، به من گفتن برای پرداخت اقساط باید تو امروز یعنی ساعت 5 برسم، یعنی خونم از دستم بود. دیگه اینجوری هم نیست آقا، با 1-2 روز که خونه کسی از دستش نمیره. چیزی شده؟ این بله. الان آقای رسولی نیستم، من چی کار کنم؟ آقای رسولی کاری براشون پیش اومد، رفتن به من سپردن که کارتون انجام بشه. من سفری هستم، معاونت بانک. برگتون همراهتونه؟ بله اینجاست، بفرمایید. اجازه بدید من برگتون رو مهر کنم. بفرمایید. فردا تشریف بیارید، با آرامش کارتون انجام میشه. امری ندارین؟ نه. خدا نگهدارتون.
الو کجایی؟ ارائه شده توسط همتا مووی. اینا کیان؟